دوستان سلام عرض میکنم. در این آموزش قصد دارم روش نصب فونت فارسی در ویندوز XP رو براتون توضیح بدم. برای این کار در منوی استارت در ستون سمت راست اولین گزینه از پایین رو انتخاب بکنین و داخلش تایپ بکنین intl.cpl و اوکی کنید تا صفحه تنظیمات محلی و زبانهای ویندوز XP باز بشه. در بالای صفحه گزینه وسطی یعنی زبانها رو انتخاب بکنین و با پر کردن چهارخونه بالایی این صفحه و اپلای کردن به CD ویندوز XP اجازه بدین که به صورت اتوماتیک فونت رو براتون نصب کنه. گاهی اوقات پیش میاد که این کار به صورت اتوماتیک انجام نمیشه. به همین خاطر ما باید CD درایو کامپیوترمون رو به صورت منوئلی به این قسمت معرفی بکنیم. برای این کار کلید اوکی رو کلیک بکنید و در صفحه بعدی کلید براوز، یعنی اون کلیدی که میتونیم داخل کامپیوتر رو ببینیم، رو کلیک بکنید و CD درایوتون رو بهش معرفی بکنید. در اینجا میبینید که از شما میخواد که CD ویندوز XP رو داخل CD درایو قرار بدید. من CD خودم رو داخل CD درایو قرار میدم تا محتویات داخل CD رو بتونیم ببینیم. از جمله محتویات داخل CD یک فولدری هست به نام i386 که داخل این فولدر چندین فولدر زرد رنگ وجود داره و یک فایل تکی که چهرش مثل اونای دیگه نیست. اون فایل تکی رو انتخاب بکنید و کلید اوپن رو بزنید تا فونت شروع به نصب بکنه. در این قسمت از شما میخواد که کامپیوتر رو ریستارت بکنید. بذارید نه، چون ما یک کار دیگه ای باید انجام بدیم تا بتونیم داخل پالتک هم فونت فارسی رو ببینیم. در بالای صفحه کلید ادوانس رو انتخاب بکنید و در بخش Language for Non-Unicode Programs زبان لوکال و محلی کامپیوترتون رو به فارسی تبدیل بکنید. وقتی که توی این نوار فارسی رو دیدید اوکی کنید. این از شما میخواد که کامپیوتر رو ریستارت بکنید و وقتی که برگشتین داخل پالتاک هم فونت فارسی رو میبینید. امیدوارم که این آموزش براتون مورد قبول بوده باشه. خدا نگهدار.